5 فکت ماشینی که احتمالا خیلی در موردش نمیدونین. برو بریم. سلام فرشادم. تو این سری از ویدیوها میخوام در مورد فکت های ماشینی صحبت کنم. در مورد همه وسایل نقلیه میخوام صحبت کنم، ولی هدف اصلی ماشینه. حالا این لابلا یه سری چیزای باحال و فانی هم وجود داره واسه کسایی که خیلی ماشین باز نیستن، اونا هم احتمالاً خوششون میاد. ویدیو امروزمون در مورد ماشینای ایرانی قدیمی کلاسیک و اخبار ایرانی و ماشینای ایرانی قدیمی. 5 تا فکت میخوام بگم. بریم سراغ فکت پنجم. پیکان هوشمند. دهه 50 نه الکسای آمازون داریم، نه تسلا ماسک داریم، نه گوشی هوشمند داریم، ولی پیکان هوشمند تو ایران عزیزمون داریم. یه لحظه تصور کنیم 50 سال پیش ما میتونیم با ماشین حرف بزنیم. با ماشین میگیم هی پیکان روشن شو، یا ماشین روشن میشه. موتور روشن بکن. بزن روشن شو. کروز کنترل داره، یعنی 12 متر حداقل فاصلهش هست با ماشین روبرویی، و اگر ما بخوایم گاز بدیم و سرعت خیلی زیادتر کنیم و بریم نزدیک اون ماشین، خود ماشین موتور خود به خود پس میزنه و اجازه سرعت زیاد شدن رو نمیده. اون موقع یادمه دهه 70 تازه ما پیکان که داشتیم، این شیشه بالابر برقی هم نداشت، یعنی یه دستگیره اینجوری داشت. ما به پراید حسودیمون میشد که این چقدر تکنولوژیش بالاست. بعد توی تبلیغات میگفتن علاوه بر اینکه شیشه جلو برقیه، شیشه عقب هم برقیه. و ما خیلی موقع حال میکردیم که این دوتا شیشه ها همه 4 تاش برقی بالا پایین میشه. یعنی اینقدر ما تکنولوژی در این حد بود. بعد یه آقای نابغه‌ای، یه مهندسی به نام محمد اخباراتی که مهندس هواپیما بوده، میاد یه سیستمی رو برای پیکان طراحی میکنه که یعنی واقعا از زمان خودش خیلی جلوتره. من محمد اخباراتی، مفر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که نصب کردم روی این اتومبیل و سیستم ها رو دقیقاً با مغز الکترونیک کنترل میکنه. ببینید این جلو یک کامپیوتر هست که دقیقاً در ارتباط هست با سیستم های مکانیکی و الکترونیکی اتومبیل که به زبان فارسی با میکروفون بهش صحبت میکنیم و دستورات رو خودش میگیره و اجرا میکنه. میاد میگه که با ماشین میتونی حرف بزنی، کروز کنترل داره، این برفاکن هوشمند داره که میذاریم روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. اصلا یه چیز عجیب غریب واقعا. یعنی الان اگه به من بگن که فرشاد 2 روز دیگه وسایلتو ببند، چمدونتو حاضر کن، من برم چمدونو بیارم، 2 روز دیگه میخوایم بریم مریخ. این برای من خیلی باورپذیرتره که 2 روز دیگه ما بریم به مریخ اونجا زندگی کنیم، تا اینکه 50 سال پیش یکی بیاد بگه پیکان هوشمنده، پیکان با پیکانت حرف بزن. اصلا ببین چقدر ما کجا بودیم، الان کویکو داریم با پراید تولید میکنیم. یعنی واقعا نمیدونم چی بگم، اصلا داغون، اصلا عجیبه برام. از این که بگذریم میریم سراغ فکت 4. فکت 4 در مورد تولد من نیست. در مورد تولد پیکانه. من دیگه پیکان رو ول نمی‌کنم. در مورد تولد پیکانه. سال 1349 شرکت ایران ناسیونال به استاد انوشیروان روحانی میگن که شما یه لطفی بکن، یه آهنگی برای تولد پیکان بساز. این آهنگو میسازن. تولدت مبارک برای تولید پیکان ساخته شده که ماها باشه خاطر داریم، چقدر رقصیدیم، کیف کردیم. اینجوری فکر کنین پیکان با این ابهت شروع میشه، انقدر قشنگ هوشمندش میکنن، تولد براش میگیرن، بعد از اون بچه بلای سر این بنده خدا میاد. واقعا میگن عاقبت به خیر بشین، بهترین دعاییه که میتونی واسه یکی بکنی. این بدبخت پیکان سال 1384 این قیافش، این طراحی اینجوری میکنن که اینو اینجوری طراحی، مثلا نمیدونم چی بگم. این چه طراحیه؟ میخواستن اینجوری تولیدش کنن از اول که پشیمون شدن، کلا تموم شد، پروژهش خوابید و دیگه تمام.
حالا درسته پیکان وانت پیکان رو هم چی ساختن، ولی اون پیکان ما دیگه تموم شد. و این اصلا چه قیافه‌ایه؟ جلوش انگار عقبشه. این چیه؟ من نمیدونم. این بغلا همون دستگیر هم یه چراغ اینجوری کنارش گذاشتن. یعنی خیلی خدا رو شکر که این اتفاق نیفتاد. این هم از داستان پیکان که از اول تا آخر چه اتفاقی براش افتاد. بریم سراغ فکت سوم، ژیان صادراتی. ما ژیان صادر می‌کردیم به ابوظبی. یعنی اون زمان حالا این عربا ژیان رو میگرفتن، این ژیان هم که راه نمیرفت شتره، اونجا احتمالا سرعتشون بیشتر بوده از ژیان. یادم ما ژیان داشتیم، بابوزوی هم ژیان داشت و بابا منو میذاشت، من موقع مثلا قدم به زور میرسید به پدال گاز، میگفت گاز بده، گاز با تو. میدونست آقا من هرچی گاز بدم این راه نمیره. من تا ته اینو گاز میدادم این اصلا راه نمیرفت. اصلا خیلی ماشین عجیبیه ژیان. چطور صادر کردیم من نمیدونم. و دنده، من نمیدونم این دنده چرا اون توه. این دنده میره تو موتور، میره بده شیش، دنده میره تو موتور. تو تبلیغات این میزنن که هنوزم میگن که خیلی افتخار آمیز و اینا، این چپ نمیکنه. آقا یعنی چی چپ نمیکنه؟ مگه ما روزی 3 بار چپ میکنیم که حالا این چپ نمیکنه؟ حالا واسه کسایی که خیلی رانندگیشون خوب نیست و احتمال چپ کردن زیاده، این اوکیه، مناسبه. ولی آقا این چه تبلیغیه؟ میریم سراغ فکت دوم. اولین ماشین وارداتی به ایران رنو نبود. یعنی همه فکر میکنن که اولین ماشین وارداتی به ایران رنوه. همه، یعنی اونا که در جریانن به مقداری. سال 1279 شمسیه مظفرالدین شاه پا میشه میره فرانسه واسه اشغال و تفریح. حالا اونجا روایات خیلی مختلفی هست. میگن یه چیزی میبینه، میگن این گاریه چیه، نونم اون چیه، اون چرا قیافش اونجوریه فلان. یه سری هم میگن یه خانم زیبایی رو توی یه ماشینی میبینه، خوشش میاد، ماشین رو سفارش میده. خانومه رو خوشش اومده، ماشین رو گرفته. بعد حالا این ماشین از رنو نبود، چون رنو هم اصلا احتمالش خیلی کمه که رنو باشه واقعا، چون که این رنو اصلا 2 سال قبل این ماجرا اصلا تأسیس شده کارخونش. اسم این شرکت هم یه چیزی به نام گاردنر سرپلنامیه که خریداری شده. حالا داستانی که وجود داشته، اون موقع ما نه راننده داشتیم، نه بنزین داشتیم، نه هیچی. یعنی ماشین رو با رانندش بردیم ایران. این از داستان اولین ماشین سال 1279. اولین ماشین در سینمای ایران سال 1312 شمسیه، یه فیلمی به نام حاجی آقا اکتور سینما. توی این فیلم اولین ماشین استفاده میشه. حالا داستان این فیلم چیه؟ یه پیرمرد سنتی قدیمی و ایناست که میگه سینما شیطانیه، چیه سینما چیه، نمیدونم فلان. بعد کم کم، حالا نمیخوام آخه اسپویلش هم کنم بدبختی، آخه انقدرم کیفیت این خرابه، یعنی من نمیدونم چطور تشخیص دادن که اصلا یه ماشین تو این هست تو این کیفیت خراب. همزمان با این ماشین، با این فیلم، یه فیلم دیگه به نام دختر لور تولید میشه که تو اونم ماشین استفاده میشه. یعنی توی این 2 تا ویدیو ما اولین ماشینا رو تو ایران داشتیم. اینم از ویدیو فکت اولمون. امیدوارم که واقعا خوشتون اومده باشه، حس خوب گرفته باشین اینا. اگه دوست داشتین حتما بنویسین برای من که من اینو ادامه بدم ندم، تو این سبک حال میکنین نمیکنین چه جوریه. حالا الان در مورد فکت‌های ماشینی بود، سری‌های مختلف در مورد چیزهای مختلف میخوام صحبت بکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین، ممنونم. شما با لایک و سابسکرایب و کامنتتونم منو حمایت میکنین. مرسی از این بابت. خیلی مراقب خودتون باشین، ایمن برونین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.